کاتانا بخشی از تاریخ ژاپن. توی ژاپن قرون وسطا نماد روح و شرف سامورایی بوده. ریشه ساختش برمیگرده به حدود قرن 14 وقتی که شمشیرهای قدیمی‌تر مثل تاتچی جای خودشون رو به تیغه کوتاه‌تر و کاربردی‌تر دادن. اما چیزی که ساخت کاتانا رو خاص می‌کنه فقط تکنیک نیست، بلکه مراسمی که آهنگرا انجام میدادن. قبل از شروع کار آهنگرا حمام می‌کردن و لباس سفید می‌پوشیدن. حتی پرهیز غذایی مخصوصی داشتن. کارها هم با دعا آیین‌های شینتو پاکسازی می‌کردن. اونها اعتقاد داشتن که تیغ شمشیر فقط فولاد نیست، روحی زنده است که در بدن جنگجو ادامه پیدا می‌کنه. وقتی نوبت به ساخت می‌رسید، فولاد ژاپنی به اسم تاماهاگانه بارها تامه شد و چکش می‌خورد. این فرآیند هم بهش قدرت میداد، هم انعطاف. هر بار که آهنگر چکش می‌زد، زیر لب دعا می‌خوند. برای اونها این کار نوعی عبادت بود. جالب‌تر اینه الگوی موجدار روی تیغ به اسم هامون فقط یک طرح زیبا نیست، طرح کنترل حرارت و سرد کردن سریع تیغ است که به لبه کاتانا قدرت بیشتری میده. برای یک سامورایی کاتانا بخش از نماد قدرتش است. اون رو همیشه کنار خودش نگه داره، حتی وقتی میمیره شمشیرش رو همراهش دفن می‌کنه. به همین دلیل هنوز هم به کاتانا میگن روح ژاپن. به نظرتون این خرافات ژاپنیاست یا ارواح کشته شده در شمشیر گیر می‌کنن؟